الو الو بله سلام علیکم. علیکم سلام. سوز خوبه اکای سلمانم تشکر چیچینم داشتی. تشکر بفرمایید. سلامتی خوبه پدر مادر. بعد نیستیم خدا را شکر. همه یا چی پرسم اکا ممکنه. اگر تواناییش داشته باشیم جواب میتیم. بفرما. چی با خشما هم جناب ولی راد گپ میگه من نفهمیدم. من خیلی امی یک گروه تعریف کرد باید یک گروه دیگه تنقیدش کنه که اگر نکنی هوای بد میگیره. نه اما تعریفش کنه خدا اعلان میکنه دو روز پس. نه مقصدم برای چی هم خیلی کسی نکنه. برای کی خیلی پسندش نداریم خب بچه یک جنایت میکنه جنایتکار تعریف کنیم. چخه میگن سوئد نیست هم زنگ زدم سوئد است چخه سوئد نیست میگن. مردم دروغ میگه. والله قسم سوئد است که تاجیکستان ده. یعنی مردم دروغ میگه. همین سوال مرا مردم دروغ میگه. اکا ما قسم خوردستم ایمانم ای کافر حاضی زنگ زدم سوئد است اکا. دگ جوش شهر قرغون تپه. یعنی خب بگذار خیلی بگذار در داخل شهر سوئد بود است. خب در دیگر منطقه ها سوئد نیست مردم دروغ میگه یعنی. اکا یکی میشه ترانسفورماتور میکفه باید جنوبی نواته اکا. یعنی که نخود ترانسفورماتوری همین قشر یک مینوت اکا جان بخشیش چی باید ترانسفورماتور میکفه یکی باید جنوبی نواته. نه ترانسفورماتور یکی بارا در همین تمام ریسپوبلیکا میکفه چه خیلی او تمام ریسپوبلیکا پلوبام قشلوق داکا سوئد نه حسابه که ترانسفورماتور میکفه. ای بچه در این همین حاضی من برات میگم برات 10 قشلوق میگم. خب ورزاب رودکی حصار شهرینو شهری توس خب باختر قبادیان قمسنگین زفرآباد خب جایی که بخوای قوای برق نیست این منطقه ده. والله قسم کسی زنگ بزنه شما را دروغ میگه. والله قسم میگم در همه جا سوئد است برای اینکه در اون قشلاقا بعضی چی حالت میشود برای این سبب سوئد نیست اکا. اکر تمام اینا گفتی تو معاون سروزیر عثمان زاده گفت که خب قوای برق بله در تاجیکستان نیسته چون آب کم است. او دروغ گفته مردم. خود چه نیسته همون خودش از زبانی من نیست از زبانی من نیست همون نفر معاون سروزیر شخص یادی نیست اگه مهاجر مهنتی یا اگه چوپان نیست معاون سروزیر میگه که قوای برق نیسته بله یعنی اثبات میکنه. هی که یا چیز پیش گفت دروغ مردم بخشی چی با شما رای قدم بزنم سوئد نیست والله قسم سوئد است کدوم چیز میگه دروغ به خدا قسم اکا. وقتی دیگه راستی نفری که دیگر خدا را برای خود یک بازیچه حسابی و سوگند میخری دیگر خطیت صحبت کردن خیلی دشوار است. همه شما را چی نمیرسه با نفری به خدا صحبت کردن بسیار دشوار است. من خواهش میکنم چی مجبور دامد است که دروغ میگوی سوگند میخری بچه تمام تاجیکستان داد میگه بچه رسانه های دولتی میبرند اثبات میکنن چرا تو دروغ میگوی قسم میخری. اگه که پروسه شما یک گروه پای تحقیق کنید که هم پیش شما باید بخیزن انشالله با امر خدا جناب خودش تا آخر همیش نمیره. نمیره او نمیره چه خیلی او انشالله خداوند صبر جمیل داشته 100% نیست. نه با نمیره خیلی 100% با نمیره او ایو خداوند جان تمه گیره او با گفته سی که او 100% دیگه عمر میسه بزنی و در این وقت افیرت بمبری چکو میکنی او دیگه ما شک ندارم در چیزی جانی من دست پروردگار است تو میگی رحمان ویا عمر میسته یعنی اون نمیره چه خیلی نگو همین گپا نمیدونی اکا. نه خیلی من نگفتم که او پگه میمیره میگم او روزش بود نمیشه او را یعنی تو همین قدر با باوری به ایمان گفتی که گویا که 1000 سال دیگه عمر میبینه چه خیلی او روزی ما چرا با زبون خیلی توجیکی فهمونده هستم که خداوند جونم میتیا میگیره بنا گفتی که نمیمیره کو یا عمر میسته گفتی که هیچ که گرفتاش نمیتونه کو چه خیلی او ما گفته هستم خداوند خودش انشالله تا وقتی هستیم برسیم جناب. خیلی در تقدیر پروردگار باور داشته من هم در تقدیر دیگرش باور دارم که انشالله روزی میشه که از بین میره و هیچ چی میگوی نمیره من انشالله. خیلی در قدرت پروردگار شک داری تو
اوخه تو میگوی میروا یک گروه پشمو که یکی میگوی میروا نه تو گروه ما را بمون تو در همه قدرت پروردگار شک داری که پروردگار هیچ یک مانع در پیش شده نمیتونه بخو همین روز از بین میبرش همین شک داری هم یک تاسیسی ژورنالیست هم دیگه خسته تو سوال ما را جواب ده که تو در همه قدرت پروردگار شک داری که میگی رحمانوف میسه هم شک داری انشالله میسته انشالله برای خدا تا وقتی هست خدمتوی که اگر انشالله خداوند صبر جانت هم میسته خب ما چی بگم دیگه شما را ای بای نکنه خیلی کنم چی گجاش ای بای ای بای نکنه دیگه خیلی اما ای بای بگو گجاش از بای خیلی خیلی ای بای چی ای بای یعنی میگم خیلی چی تو نمیرسه هم جانب شما را نه همین رحمانوف میموره یا که نه همین راست بگو نفهمیدم همین رحمانوف میموره یا که نه همین راست بگو با گفته سامده که خداوند خودش خب اوزی بزنه که اینجا ما میبرم یا که شما میبرم و پس برای چی تو همین با باوری گفته که انشالله هم یک امر میسته گفته که خیلی چه خیلی من نگفتم یک امر انشالله میگم خداوند خدا تا وقتی هستیم و دبرش چختیم دفاع میکنی شه او انشالله خیلی او زن و مادرها ما رو تحقیر کرد که برای توی چی لازم نیست ای بیا و دیگه گپ نداشت شما خیلی مورچک پچه هم ایتوده میدونی نه همون نفر گوش کده همین روی خدا را بگو همون نفر برآمد آشکار گفت که همون زن مادر مسلمان زن و مادر و خواهر و من و تو هست برآمد دشنام کرد گپی یعنی که به زبان خودش گفت تحقیر کرد گفت به علمم به سوادم چخت با او دفاع میکنی تو ان شاء الله نام پروردگار رو میگیری پروردگار یعنی که برای تو اجازه میده که همون نفر رو دفاع کن ها ریسک نگیری زوخی برادر زن جواب تی سوالا برو استاک برات خیر خوش که باشه هم خب باوری داری هم با پروردگار ایمان خوب داری کی هم میگوی که گویا که تمام دنیا با آخر نمیرسه یک امر رحمان فیم بچه وقتی باور داری که انا خداوند رو ان شاء الله دفاع میکنه ما هم به همون چیز باور داریم که روز میشه که حتما چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد اگر سوزد شب سوزد شبی دیگر نمیسوزد ای مردم شما به این عقیده نباشین که یک عمر حکومت رحمانوف پاینده است نیست پاینده نیست همین عکس بگذارین یک بار پیش از زنگ ما مردم پسترین زندگی را داریم او کسی که دعوا میکنه که رحمانوف گرین کشور آباد کرد یک بار بو 500 در تاجیکستان نفقه پولی ببینین پسترین نفقه در تاجیکستان در کشور ما است $35 پسترین نفقه بچه ایزو نمیکشیم با از رحمانوف پیشوا و معلم و اساسگذار و ساختکار و همه قیس ساختنش که دنیا را قایل کردین ایزو نمیکشین یک بار نظر کنین حتی از قرقیزستان که بعضیاتون نظر نمیکنین پستر است از اوکراین را که شما مثال میره انا کشوری جنگ زده اوکراین پستر است از بلاروس که امروز مردم بلاروس از سیاست لوکاشنکو ناراضی است 2-3 ماه میشه در کوچه ها هستن ببینید نفقهش چقدر است قریب 180 یورو است $183 کم نیست نفقه را ببین نرخ نوا را ببین بچه شما ایزو نمیکشین باز همون ای مستا دا بچه مستا و چوکا دسی بچه ببین مصیبت ببین